سلام، مژده طباطبایی هستم، مدیر گالری مژده، رئیس هیئت مدیره انجمن گالریداران تهران. در واقع ایده این آرت فر مدت‌ها قبل شکل گرفته بود، در دوران ما جدی‌تر شد و نهایتاً امروز محقق شده. خود گالری مژده مثل همیشه رویکردش به پروموت کردن هنرمندان جوان بوده در کنار پیشکسوتان. همینطور که میدونین این آرت فر بر اساس مدیوم کاغذ هست، اوپن پیپر هست و بنابراین همه هنرمندانی که تو این حوزه خوب فعال بودن و میتونستن مثل همیشه بدرخشن حضور دارن، به طوری که بعضی از این آرتیست‌ها حتی برای بار اولشونه که در اتفاقی مثل آرت فر تهران حضور داشتن و ما امیدوار هستیم که بتونیم خیلی خوب پروموتشون کنیم که بدرخشن، کما اینکه توی این مدت کوتاه هم اتفاقای خیلی خوبی براشون افتاد. با 18 هنرمند حضور داریم که تعدادی از اونها از هنرمندان پیشکسوت مثل استاد منوچهر نیازی، استاد احصایی، فریدون آب و همینطور از هنرمندان استبلیش شده مثل عظیم مرکباتچی، بهرام حنفی، الهام عظیمی هستند و چند هنرمندی که تازگی به ما پیوستن مثل علیرضا شهریاری و آقای دبیری که خیلی خوشحالیم که در این آرت فر خیلی خوب دیده شدن و خیلی خوب فروش کردن. امیدوارم همه هم بتونن از این فرصت استفاده کنن.